یکی از محورهای مهم در بحث عدالت اجتماعی دسترسی یکسان و حتی بیشتر از اون دسترسی به میزان نیاز به منابع موجود در جامعه است. اتفاقی که توی نظام‌های نامنطبق بر عدالت اجتماعی مثل نظام سرمایه‌داری یا نظام‌های سنتی تمامیت‌خواه میفته اینه که درصد بسیار کمی از افراد جامعه به بیشتر منابع دسترسی دارن و یا از اون منابع پول در میارن یا اینکه اون منابع رو وسیله‌ای میکنن برای کنترل افراد جامعه. این عدم دسترسی به منابع متناقض با اصول عدالت اجتماعیه و عدالت اقتصادی به عنوان یکی از اجزای مهم عدالت اجتماعی حکم میکنه که این شرایط عوض بشه. عدالت اقتصادی فقط یک مفهوم لوکس یا تجملی نیست. بسیاری از کسایی که در این حوزه فعالیت میکنن اعتقاد دارن که عدالت اقتصادی منجر به رشد اقتصادی پایدارتر توی جامعه میشه. به عبارت دیگه داشتن درآمد یکسان و برخورداری از رفاه اجتماعی برای همه افراد به طور برابر و فارغ از جنس و جنسیت و قوم و نژاد باعث میشه چرخه اقتصاد به طور پایدار بچرخه و افراد و گروه‌های متفاوت به جای ایستادن در برابر هم دست به دست هم حرکت کنند. جنسیت به عنوان یکی از ساختارهای مهم اجتماعی یکی از عواملیه که دست و پنجه نرم کردن با فقر رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. بذارین کمی بحث رو باز کنیم. خیلی از جوامع انسانی از دیرباز تا امروز دارای فرهنگ و قوانین مرد سالارانه بوده و هستند. همین قوانین مرد سالارانه به خودی خود کافیه که زنان رو از دسترسی عادلانه به منابع محروم کنه. مثال خوبی که در این مورد میشه زد حق کار کردن زن در ایرانه. زنان به واسطه قوانینی که ناقض حقوق برابر اونها با مردانه در خیلی از موارد اجازه کار کردن ندارن. این اجازه نداشتن باعث میشه که اونها برای رفع نیازهای مالی وابسته به مردان باقی بمونن و در نتیجه نمیتونن به اندازه مردان به منابع موجود در جامعه دسترسی داشته باشن. قصد ما این نیست که به طور ساده انگارانه این نتیجه رو بگیریم که تمامی مردان در جامعه ایران به طور یکسان به منابع دسترسی دارن یا اینکه تمام مردان از تمام زنان ثروتمندتر هستند. بیشتر مردان هم مثل بیشتر زنان از دسترسی یکسان به منابع محروم هستند. ولی تو همون دسترسی نداشتن هم وضعیت زنان متفاوت از مردانه. این یه مثال خیلی ساده از تاثیر قوانین مرد سالارانه در به وجود اومدن تبعیض اقتصادیه. واقعیت اینه که در دنیای امروز که هویت‌های جنسی و جنسیتی بیشتر از گذشته به شکل عیان در جامعه حضور دارن، مسئله تبعیض به مسئله بسیار پیچیده و حساس تبدیل شده. ما در این مجموعه قصد داریم که مفهوم عدالت اقتصادی رو در پیوند با ساختار جنسیت تحلیل کوتاه کنیم. در ویدیوهای بعدی بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد.